آقا بچه‌ها سلام. من داشتم میرفتم این پلاستیک لواشکم بنزم، یعنی از این لواشکاست که مثلا داخلش میوه داره، چیزای خوشگل پشکل داره. اینو الان می‌خواستم برام بنزم بیرون به یه چیزی. الان من چیز شدم. فقط قبلش یه چیزی تعریف کنم. قبلا داخل خونه مثلا چیز ساندویچ درست میکردم میآوردم بیرون میفروختم، گفتن از اینا نخرین، اینا کثیف درست میکنن، معلوم نیست چیه، روغنش چیه، کیفیتش چیه، غذاش چیه، گرون میده ارزون میده. واسه این مردم دیگه از اینا خرید نکردم. بعد رفت سر وقت فست فودیه، گفتن ها فست فودی چیز درست میکنن، روغنشون چیه آتشخال درست میکنن. فست فودی هم دیگه مردم مشتری الان نمیخرن. الان رسید به محصولات شرکتی. من به خود شرکت چیکار ندارم، با فروشگاه کار دارم. فروشگاهی مثل شهر ما که داخل ایران زیادم ریخته. این جنسو فکر کنم حداقل 2-3 سال انبار کرده. فکر کنم تاریخ این جنس اصلا گذشته. حالا برای چی من این تهمت رو میزنم؟ دلیل دارم. نکنید لواشک کیوی من همین دیروز اینو خریدم. تولید اسفند ماه ستاره، همین ستاره داشت دیگه. تولید ستاره، این ستاره داشت. این فکر کنم 1300 خورده ای. این فکر کنم از اون لواشکا بود که قدیما همین مدل 5 تومن میدادن. این انبار کرده فکر کنم، حالا نمیدونم دقیق. آره دیگه 2 تا ستاره اینجا زده. قیمت ستاره تومان. انقضا 18 ماه پس از تولید. بعد لواشکم سیاه شده، حالا نمیتونستم بهتون نشون بدم. حالا میگین چرا من اینو سیاه بود خوردم؟ ایرانه دیگه، دیدم ارزونه، پایین تیکت زده بودن 35 تومن، منم از خود خواسته برداشتم. حالا که خوردم میبینم فکر کنم تاریخ انقضاش هم گذاشته.